بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. إنك ما درسي خضرة دوام مدهم از كتاب صرف بنام بناء الأفعال. درس ما سر می شود آنجا که می فرماید صاحب متن: الباب الثالث، یعنی باب سیوم. مراد از باب سیوم یعنی از نوع دوم که عبارت از 5 باب بود، که نوع دوم آن نوعی بود که در او در برابر 3 حرف اصلی 2 حرف زیادتی دارد. باب 1 و 2 را گذاشتیم. الباب الثالث، باب سیوم: افعل یفعل افعلالا. این از رقم اگر به ترتیب گیریم 12 باب می شود. افعل یفعل افعلالا موزونه احمر یحمر احمرارا، یعنی فعل هایی که هم وزن این باب می باشند از جمله احمر یحمر احمرارا، سرخ شد، یعنی سرخ سخت شد. و علامته ان يكون ماضيه على 5 احرف. علامت باب 3 آن است که فعل ماضیش عبارت از 5 تا حرف می باشد، بزیادت الهمزه فی اوله، با علاوه شدن همزه در اولش، و حرف واحد من جنس لام فعله، و یک حرف دیگر از جنسی خودی لام فعل، یعنی همون لام 2 تا می شود. افعل لا، برای همون فعلایی که آمدگی هستند آخرش بینه در برابر لام آمدگی هم 2 تا می شود. احمر 2 تا ریش می شود در آخرش. و بناؤه لمبالغه لازم، بنای این برای مبالغه لازم، یعنی همون فعل لازمه چیکار می‌کند؟ قوت می‌دهد. و قیل للالوان والعیوب، همین خیلی گپ است که گفتند که این باب برای رنگ و برای عیب ها می باشد، یعنی که خواهید که یک چیز یا که یک کس رنگش بگوید سفید شد، سیاه شد، سرخ شد، کبود شد، همین باب استفاده می برند. و برای عیب هم می شده است. عیب یعنی که یک کس کج شد، خواب لنگید، کور شد، کر شد، یعنی فیزیکی نیده ستک می گویند. مثال الالوان، مثال برای رنگ ها: نحو احمر زید، زید چی شد؟ سرخ شد. و مثال العیوب، مثال برای عیب: نحو اعور زید، یعنی زید قر شد یا که آلوس چشم شد. آلوس گفتم اونه که چشمش چی راست نمی باشد. الباب الرابع تفعل. نعم. الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله، وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. وبناؤه للتكلف، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. خب، باب 4 تفعل يتفعل تفاعلا بود است. موزونه یعنی فعل هایی که به این وزن می فرایند، با مانندی تکلم حرف زد، یتکلمو حرف می زد، تکلما گپ زدن حرف زدن. و علامت این باب این است که فعل ماضیش عبارت از 5 تا حرف می باشد، با علاوه شدن تا در سرش، یعنی در سر فعل، و یک حرف دیگر از جنس عین، یعنی عینش 2 تا می شود از فعل، یعنی عین فعل 2 تا می شود بین فا و عین. معلوم است که عین یکمش زیاد شده است، زیادی بوده است. بنایی برای تکلف بوده است. تکلف ساخت این باب برای چی بود؟ تکلف. بعد می‌فرماید که معنای تکلف آن است که
تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، يعني مطلوب خیش را، مراد و مقصد خیش را به دست آوردن است کم کم، یک و یک بار نیو کم کم. شیئا بعد شیء یعنی یک چیز و یک مطلوب تو میرسید، با بعد از یک مطلوب دیگر تو به همین قطعه، یعنی آهسته آهسته به مطلوب خیش رسیدن. برای مثال تعلمت العلم میگویم، من علم را تعلیم گرفتم، یعنی علم گرفتم میگیم که همین علمی که یک بار نمیگیرد دادم، فهمیدید؟ برای میگفت است که علم را من تعلیم گرفتم مسئله بعد مسئله، یعنی یک مسئله اول یک مسئله، بعد از اون یک مسئله دیگر، یک درس با دیگر درس، یکم درس، دویم درس، سوم درس. انا همین تکلف میگویم. یک چیزی را که مثال گیریم شما یک و یک بار به دست نمی آرید و درجه به درجه، زینه به زینه به دست آرید، به همین باب او را چیکارش میکنن؟ خب می آرن، می فرارن. آخرون بابم گیریم. الباب الخامس، بابی پنجم. تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عمرا، ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم. خب بابی پنجم تفاعل يتفاعل تفاعلا بدست، هم وزن این باب تباعد يتباعد تباعدا، یعنی دور شد و معنی دور شدن. علامت این باب همین بدست که فعل ماضیش عبارت از 5 تا حرف می باشد با علاوه شدنی تا در سرش، در سر فعل ماضی، و الف علاوه میشه در بین فا و عین. و ساخت این باب برای یعنی شرکت ورزیدن بین دو کس یا بیشتر از دو کس، یعنی یک کار بین دو کسنده انجام داده شود یا که بین یک چند کس ها، به همین باب او را چیکارش میکنن؟ میارن. خب مثال برای شرکت بین دو کس، یعنی سومیست نمیگم که کاری که بین دو کس انجام داده میشه او را. برای مثال تباعد زید عمرا، چی شد؟ زید عمرو دور شد. این خطا است، باید این خیل نشود، چون این فعل لازم است. تباعد فعل، زیدون فاعل. درستش اون میشد که تباعد زیدون و عمرون، تباعد زیدون و عمرون، یعنی زید و عمر از یکدیگر دور شدند. یعنی خیلی که زید از عمر دور شد، عمر هم از زید دور شد، چون این دور شدن بین دو کس واقع شدگی است. فهمیدید؟ و مثال برای شرکت بین دو کس یا بیشتر از دو کس، یعنی یک کاری که بین یک چند اشخاص روی میدهد. برای مثال تصالح القوم، تصالح القوم یعنی قوم یعنی مردم. قوم گفته یک کس نمیگون، دو کس هم نمیگوین، چند کس از دو کس سر شده تا بی آخر اون قوم میگوین. خب یعنی قوم بین یکدیگرشون صلح کردن، بین یکدیگرشون چیکار کردن؟ صلح کردن. همین میگم مشارکت بین دو کس یا که بیشتر از دو کس. کفایت میکند. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.